هممون بنده های انشاءالله چی هستیم؟ گناهگار هستیم. بجز خطا از گناه خالی نیستیم عزیزان من، لکن انشاءالله امید داریم از رحمت الهی انشاءالله خداوند در بحر رحمتش انشاءالله امشب ما را غوطه میزنوند. انشاءالله خدا خواهد ما شما را نجات میتیم. انشاءالله خدا خواهد امید داریم عزیزان من. درباره شب لیلة القدر الله سبحانه و تعالی علاهیده خدا خواهد در قرآن عظیم الشان در بین 100 خدا خواهد 14 سوره 97 سوره قسمی 30 پارنده سوره قدر است عزیزان من. همین قدر الحمدلله الله سبحانه و تعالی برای خدا خواهد انشاءالله چی؟ یعنی نجات یافتنی ما و شما انشاءالله الله سبحانه و تعالی این نازل کرد عزیزان من. خدا سبحانه و تعالی بیان میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الظالمان صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. انا انزلناه فی لیلة القدر. هر آینه ما فرستادیم یعنی در شب قدر عزیزان من. همین شب 27 شب نزول قرآن هم است عزیزان من. قرآن عظیم و شان که از 114 عبارت است عزیزان من. در همین شب 27 از لوح المحفوظ به آسمان دنیا بالکل نازل شده است. بالکل نازل شده است و به سبب چندین انشاءالله سبب ها در دوام 23 سال و پیغمبر نازنین و بشیر و چراغ تابان محمد صلی الله علیه و سلم الحمدلله بر خداوند با واسطه جبرائیل امین نازلش کرد انشاءالله خدا خواهد. یعنی قرآن در 23 سال قرآن شده است بالکل انشاءالله خدا خواهد. لکن شب 27 شب چی است؟ نزول انشاءالله قرآن است عزیزان من. و ما ادراک ما لیلة القدر. تو از کجا دانی ای محمد چیست شب قدر؟ تو از کجا میدانی محمد که این شب قدر چقدر منزلت و چقدر درجات دارد؟ لیلة القدر خیر من الف الشهر. خدا گفت لیلة القدر بهتر از 1000 ماه است. گفت ازانی من 1000 ماه، از 1000 ماه بهترم این شب قدر ازانی من. 1000 ماهش 83 سال و 4 ماه میشود ازانی من. اگر شما همین شب انشاءالله خواب نرین تا دمیدن صبح در طاعت عبادت در ذکر الهی باشه 83 سال و 4 ماه ثواب در نامه اعمال کتابت میکنن. الحمدلله سبحان الله. آیا سوال میشد که ما 83 سال عمر میبینیم؟ نه، این الله میدونه این طرفشان. بلکه عمر میرسیم نمیرسیم. ببینید این فضیلت این ماهی شریف رمضان بکی هر دقیقش هر شبش با مکافات دارد، جزا دارد از زانی من انشاءالله خدا خواهد. الله میدوند آیا ما میرسیم نمیرسیم به این روز. برای همین این شب غنیمت دون. این شب انشاءالله عائله‌ای بشین. خدا خواهد انشاءالله زن تن بگو، بچه گو، دختر تا گو انشاءالله خدا خواهد، عروس تا بگو خدا خواهد. امشب یک جایه انشاءالله شینین و به ذکر الله مبتلا شین انشاءالله خدا خواهد. در این شب قرآن خوانین تانین الحمدلله و انشاءالله تسبیحات سبحان الله 1000 مراتب گو، الحمدلله 1000 مراتب گو، الله اکبر 1000 مراتب گو، لا اله الا الله 1000 مراتب گو، کلمه توحید، صلوات، استغفار 1000 خدا خواهد ذکر کن. انشاءالله الله خدا خواهد گناه تا میگذرد.
ولی ما شو 33 سال 33 مرتبه نه بشارته 33 تاش نه ولی هزارشمون کسی که میگه در عقیب هر یک نماز 33 بار سبحان الله 33 بار الحمدلله 33 بار الله اکبر گوید و کلمه توحید که تی خدا ختمش کند میگه اگر چند گناهش مثل خفی دریان باشد خدا عفو میکند ولی هزارشمونه که انشاءالله خدا خواهد بلکه همین شب تلفن تاکش پرتا تلفن عموما نزدیکی نکن به بدبخت شما را از راه میزند با به تیک تاک درم به گور درم بلا درم به تا درم هرچی وقت میزنی وقت به ذکر گذارون وقت به نماز گذارون وقت به عبادت گذارون نه در بالای تلفن و نه در بالای تلویزیون نه فوتبال از بحر همه دنیا برو پیغمبری نازنین نکرد که این کاره یعنی نکن فقط به یاد و به الله شه نمازهای قضا تا بخون انشاءالله خدا خواهد میلیون قضا داریم بخون تا سر خدا خواهد انشاءالله هزارها گناه داریم دلت خدا خواهد بشو حکیم شه و دل جنایتی تا پیش الله فقط گرفته میروی کرام الکاتبین این فرشته های نویسنده است کاتبین تگیش نویسنده فرشته ها راستنگیش ثواب تا چپنگیش گناه تا نیسته میره خدا خواهد پگه همین دل در دست تقدیم داده میشه روز قیامت فرشته ها میارن در دست میتن مرحمت منه 50 سال عمر دیدی برده خدا بینکن دلت چی است صفحه از سیاه است نیکی دارد بعدی دارد میبینیش اون روز شرمنده نشین این شرمنده دنیاگه چی نیست وضعیت گناه میکنی خدا خواهد محله اگر آشکاره شی گریخته یک کود میروی گریخته یک کود میروی ناموسی مردم پگه او خجالت روز قیامت که بیاد بیار خیلی خجالت میشه همه پیغمبر ها میبیند همه پدر و مادر تمامی دنیا میبیند اعلان میکنن و زیناگر خیزگو چیکار میکنی دوست خیزگو چیکار میکنی دلوخچی خیزگو چیکار میکنی نیرنگ باد به نماز خیزگو چیکار میکنی از خجالتیت آب میگردد وجود تا میگه آب زیر میکنه همین خیلی قیامت دهشت است که از آن من آدم ها از ناموسی گناهش بعضی ها تا زانوش بعضی ها تا نافش بعضی ها تا گلوت در آبی خودت عرقت غطه میزنی تصور کن شاید که انشاءالله خدا خواهد عروس برای ما شما نشود گویی عبادت در دست ندید که انشاءالله خدا خواهد این شبها را غنیمت دون این شبها انشاءالله طاعت عبادت ذکر انشاءالله خدا خواهد بسیار کن سبب عزیزی من این نازل شدن این چیز ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت میکنند عباس امکی رسول الله صلی الله علیه وسلم سببش که قال ذکر جبرائیل السلام عند النبی صلی الله علیه وسلم عبدا یقال له شمعون الغازی یک روز صحابه که شیشتگی بودن پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت جبرائیل امین اومد یکی بهترین فرشته های بزرگ و برادری رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رسول الله جبرائیل اخی میگفتن اکم میگفتن اکم همین اکی پیغمبر اومد سبب نازل شدن این سوره را بیان کرد گفت میدانی گفت محمد در امتهای پیشین عابد شمعون گفتگی شخص گذشتگی است من قصه شکن همین خیلی میگم انشاءالله خدا خواهد کوتاه کرده عابد شمعون یکی از دوستان خدا عزیزانی من 1000 سال ضد کافرها جهاد کردگی است کافرها را به قتل رسوندگی است فقط میگه اسباب جنگیش یک میگه اسبشون بافتگی میگه اسباب بود همون اسباب که دی کافر یک تا میزد میمورد ممنت ببین وقتی که میگه عابد شمعون تشنه میموند از زیر دندانهاش خدا آب جاری میکرد خدا قدرت دارد دوستی خدا شو هرگز خارج نمیکنه انشاءالله هر کی کارش از برای خدا بود از خدا تشریفی بسیارش بود انشاءالله خدا هرگز خارج نمیکنه
میگه گوش نمیموند، از زیر دنداناش گوش پیدا میشد و گوشت هم میخورد. میگه با قوت میگرفت، با کافر را میزد. میگه کار برای رسید که میگه کافر را بیزار شدن، یگان راه نیافتن که شمعون غازی را به قتل رسونن. آخر زنش به دست گرفتن. زنی شمعون کافره بود. میگه امروز تمام دنیای غرب امروز زنها را به کار میاندازن. این زن فتنه است. گفتن این زنش به دست میگیریم، عابد شمعون را به قتل میرسونن، دیگه علاج نیست. بعد میگه زنش فریاد کردن کافرها، یک بندی غوثش دادن بخواد سخت. گفتن به همین شوت بند چی کنی؟ اگر بنده را کنده نتونن ما خبر میکنیم میکشیمش. این نوبکار گفتن $10,000 میتیم. امروز این پول همه دنیا را ویران دارد. این پول امروز همه دا، حتی پول حتی بچه جدا دارد، پول اکا و دادر جدا دارد، اپا و خوار جدا دارد، همسایه هم محله این بدبخت همه را جدا که میپرتید. این دنیا هم خیلی است. گفتن که $10,000 میتیم. خب گفت میگه بنده اگریش میگه دست و پای شوهرش بست. یک محلی شمعون غازی غزات کننده از خوابش بیدار شد که دست و پاش در قید بند است. گفت زنک چی کار کردی؟ گفت مردک میدانی من تجربه گذرونده هستم، مبادا اگر ترا کافرها در دست گیرن و بندن چی تو میکنی بندارا؟ وای چون که اسدالله بود، دوستی خدا بود، شعری خدا بود. یک میگه نره زد، بندا پیچیده برفت. سحر میگه خبر داد کافرها، گفت که بندا را کند، زنجیرش دادن. گفتن زنجیر پیچش کنه که شاید اینه کنده نتوند. باشه میگه خواب رفت. شمعونی غابی ازدنی کافره بدبخت چیکار کرد؟ میگه باز دست و پای عابد شمعون محکم به زنجیرها بست. از خواب بیدار شد. میگه دید که تمام دست و پای قیدی زنجیر است. گفتن زنک با چیکار کردی؟ آخه من تجربه گذارنده سادم. آخه مبادا تو اگر یک کافرها خبن این زنجیر پیل کنن، آخه بچه خیلی خلاص میشی. یک ذره زد. میگه نره، زنجیرها پاره شده برفت. گفت میگه زنک میدانی؟ گفت من کی دستو با ما گفت شده نمیتون سیره. گفت کی نمیتونی؟ میگه 8 کاکلی دراز داشت. اگر از همین کاکلا من بندن من کنده نمیتونم. الا من بند تو، این زنجیر تو، این تراس تو، اینی چی کار کنه میتوند. خرسان شد زنک. کافر را گفت شیافت مکن، این شب میبندمش، شما را بعد خبر میدیم. شب خواب رفت. میگه همون کاکلای دراش برید. بعد میگه دست و پاش بست. عابد شمعون بیدار شد که دست و پاش زنه چیکار کردی؟ گفت کن یک کنی نشم کرد. زور زد نشد. دوید رفته کافر را خبر کرد که شوهرم در قید شد، بیا یکشش. عابد شمعون میخیزد، این طرف او طرف خودش میزند، لبهاش جراحت میکند. هاتفی میگه ندا میکند که ای شمعون چیکار داری؟ من میخوام که 1000 سال زید این کافرها مبارزه بردم و در دست این کافرها خار شوم. میگه کافرها در این خانه دورمدگی بودن، همون زنی کافرم قطعی بود. میگه یک باره میگه به امر الله سبحانه و تعالی ستمها در حرکت شد و خانه میگه بالای همون کافرها گشت، مردن به هلاکت، دوزخی شدن رفتن. عابد شمعون با چه قدر انشاءالله خدا خواهد چی خدمت الله سبحانه و تعالی را کرد. وقتی که این حکایه را کرد، صحابه درگیری شدن. میگن گفتن یا پیغمبر، این عابد شمعون غازی چی ثواب گرفته شده که اما عمرای اندک داریم که 40 و 50 سال در اون اندک ما چی نزد خدا خدمت میکنیم که ما چی خدمت کنیم پیش الله میریم. میگه همین سوره نازل شد که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. امتکات بگو محمد اگر همیشه بی قدر انشاءالله زنده بدارن، خواب نروند، طاعت عبادت بکنن، انشاءالله همون ثوابی که عابد شمعون غازی گرفت همون ثواب گفت من میتیم. شوف مینه نزدانی من، ما جنگ نکرده سادیم، ما با کافرها جنگ نداریم، ما غربت نداریم، بلکه در خانه هامو
در این شب جای کورپای ملایم، دیوانای ملایم میشینیم سبحان الله الحمدلله الله اکبر گیم، الله اجر میتید. همیشه میدانید فقط 2 رکعت نماز دارد. ابن عباس روایت میکنند نبی صلی الله علیه وسلم من صلی لیلة القدر رکعتین یقرأ فی کل رکعت بفاتحة الكتاب مرة وبالاخلاص 7 مرات واذا سلم يقول استغفر الله واتوب الیه 70 مرة فلا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له وابويه ويبعث الله تعالى ملائكة للجنان يغرسون له الاشجار ويبنون القصور ويجورون الانهار ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. صدق رسول الله صلی الله علیه و ابن عباس این حدیث روایت میکند پیامبر گفتند کسی که 2 رکعت نماز بخوند همین شب، 2 رکعت نمازی نفل الحمدلله، و در یکم رکعت سوره فاتحه قرائت کند و 7 مراتب سوره اخلاص قل هو الله احد بخوند گفتند و رکوع سجده کند و باز راست شود خیزد با 1 مراتب سوره فاتحه باز زمین سورش 7 مراتب بخوند گفتند و شیند سلامتی از نماز براید. بعد این 70 مراتب استغفر الله و اتوب الیه، 70 مراتب اگر بگو استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه نتانین خدا خواهد بدین نماز بستین نیستتون میتیم انشاءالله خدا خواهد یا که امشب خدا خواهد خدمت میکنیم انشاءالله تا سحر خواهین خدا خواهد کدام وقت باشدم امشب ختم از ترابه انشاءالله خدا خواهد در خانه خدا خدمت میکنیم انشاءالله نیستتون میدیم. همین نگوید میگد حتی که میگد ای جاش نخسته خدای تعالی گناهی همون بنده را پدر مادرش مغفرت میکنه. عزیزانی من پدر و مادر هم امروز رفتن بخواهی که خدا خواهد در این شب لحیتکم من النار آزی از آتش دوزخ پدرکام مادرکام زنده باشد گناهاش نسبتی ها کار کنیم امشب. خودی همون بنده را میگه پدر و مادرش گناهش مغفرت میکنن. عزیزی من بینید و یبعث الله تعالی ملائکه الی الجنان فرشته ها را به جنت خدا میفرسونده است. چیکار میکردن؟ یغرسون له الاشجار به نام همین خواننده این نماز درختها میشنوندن. در جنت درخت خرما است، انگور است، انواع درختها است میشنوندن و میگد و یبنون القصور قصرها بناشون میکنن در یعنی خدا پاشانشین. من در دبی شما قصرها رو میبینین در حیرت میمانین. این قصرهایی که از این بهتر قصرها که در این دنیا نیست، او قصر که یک غیشش از سلا یک غیشش از نقره است. عزیز من اینین و میگد و یجرون انهار جویها را جاری میکردن زیر درخت ها. 4 جوی خدا خواهد انشاءالله در سوره محمد الله بیان میکنه که ما برای جنتی ها 4 جوی آفریدیم: جوی آب، جوی شیر، جوی خمر عراق، جوی خدا خواهد انشاءالله عسل. هر 4 جو تمام اهل جنتی ها در خاندانش جاری است. خواهی به هر روز خدا خواهد خور، هر دقیقه خدا خواهد خور. میگد اون دریاها میگد همین خیلی است که از مشک و عنبرم بوش خوبتر است، از عسلم شیرینتر است، از یخم خنکتر است. عزیزی من جاریت میکنه در این شب بخت نیست مگرم عزیزانی من در این شب 4 کس گناهش الله نمیبخشیده است. باید که ما و شما از این 4 طایفه نباشیم عزیزان من. خب فیقولو خب یا جبرئیل ما صنع الله بالمسلمین فی هذه اللیله من امت محمد صلی الله علیه وسلم. جبرئیل پرسیدن که آخر امتای محمد که چیکار میکنه الله در این شب؟ گفتند فیقول لهم ان الله نظر الیهم بالرحمه. خداوند گفت در این شب با نظر رحمت بنده هاش میدیده امتای محمد.
ما اگر در جای باشیم شب روز کنیم رحمت الله را سزاوار میشیم، چون که الله خواب نمی رود. شاید میگه خداوند تو عجب قدرت داری، بنده در خواب و تو بیداری. و خواب نمی رود خدا، ولا تأخذه سینة ولا نوم. خدا را حتی اینکه خواب نه پینکش میبرد. الله همیشه در مشاهده ما و شما هست عزیزان من. و عفا عنه میگد و میگد گناهاش مغفرت میکند الا 4 نفرین، مگر هم 4 نفر خدا گناهش نمیبخشید است. اگر از این 4 طایفه داشت امروز توبه کن انشاءالله تا بگان الوقت است. این کی است؟ یکم من هؤلاء 4 و یا کیا هستن همون 4 گروهی بدبختان کیا هستن؟ گفتن یکیش انشاءالله خدا خواهد مدمن الخمر، کسی که دائم عرق خورده میگردد عزیزان من. عرق خورا را نمیبخشد خدا در این شهر. اگر تو خدا خواهد در 10 سال 1 مرتبه خود مدمن الخمر هستی، آره نشود خیال نه که خدا خواهد اگر 2 ماه پیش بحث کردی و 4 ماه شد 1 سال بحث کردی و با 1 سال بعد با که 20 روز بعد و 1 ماه بعد با صرف میکردی باشی و توبه نصوح نداشته باشی، الله نمیبخشد. امید نکن از رحمت خدا. توبه کن انشاءالله خدا خواهد. خمر حرام است، عرق حرام. با آیت کریمه با حدیث صحیح عزیزان من خدا عرق حرام کرده است. انواع نوشاکی ها را بخور، پیپسی کالا خو، کوکاکولا خو، اوی زمزم خو، نخوا زهر خری، قاتل خری، حرام خری، نجاست خری. مذهب امام اعظم در بینین یک میگد پیاله میگد عراقی، یک پیاله از خلا نجاست گی، هر شبون حکمش یک است. همون نجاست هم در لباس ریزه میشویش، عرق هم ریزه میشویش. سختی تو چه اندازه است؟ توبه که کسی باشه خدا خواهد انشاءالله. دویم خدا نمیبخشد است آق والدین، کسی که ای پدر و مادرش آخشی داشته، پدر و مادرش از شما ناراضی باشد، اگر پدر و مادراتو قهری باشد یا با پدر و مادر شما گپ نزنین و یا را آزار تین، این شب گناه نمیبخشد. لوچی تو خورا برفته کنه نه. تا اگر آقی پدر باشی آقی مادر باشی لوچی خدا خواهد انشاءالله ایستد 8 خورا نه فایدهش نیست. اراخر باشی تو نه فایدهش نیست. شب سیمش کی بدست از دانی من و قاطع الرحم، کسانی که سیله رحم خیش و تباری میبرن، با اکد گم نمیزنی، با دادر تاغات امکت خالت امت، اینا همش چی هستن؟ انشاءالله خدا خواهد سیله رحم میدراید. اچت کتی باد کتی، اگر همینا کتی هم یگانتش کتی قهری باشی از این شب امید نکن. حاضی برو خدا خواهد همجا خیز تو اوری خانه امکت برو. گو امک جان گفت من توبه کردم. امروز در صحبتی داملا ششتم، کسی که در این شب اگر قهری باشد به اکا و دادر و خیش و تباراش در این شب فایدهش نبوده است. ما شیشتن مو عبادت کردن مو من از شما عذر میخواهم. خدا خواهد خدا عذر خواه را میبخشد. و یکی دیگرش میشد والشاحنون یعنی کی برسین هو الذی لا یتکلم اخاه فوق 3 ایام، کسی که از 3 روز زیاده با اکا و دادرش گپ نمیزنه، اپچه و خوار و امک و تاغاش کتی، این هم الله نمیبخشید از این شب. باید که ما از 4 طایفه نباشیم. برو اگر اشیاری باشه خدا خواهد بدی نماز بس من قطید میرم میریم ما خدمت میکنیم انشاءالله. خدا خواهد اگر جا جمعش باشه من میام میدرم برو یک دم پرس، اگر وای نبخشد وای آسیه برو پیش که امک جان من خطا کردم عذر میبخشی؟ گو تمام. وای گو که در کار نیستی گو وای بدبخت میشود تو را الله میبخشد، لیکن وای نمیبخشد دیگه است. من شین دست آدم یک جوان شکایت کرد، گفت پیش یا پچم که قهری بودم رفتم، گفت گوش نکرد. چی میشود داملا؟ تو نه ثواب و نه گناه هست. گفتم وی گناهگار وی میشه باید که وی هم بخشد انشاءالله خدا خواهد. و در همین شب یک تا کلمه مبارک است، همین کلمه را تا سر خونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انت عفو کریم تحب العفو. همین ذکر است خدا خواهد. من لازم بعد نماز جمعه سر کنین. انت عفو کریم تحب العفو، انت عفو کریم تحب العفو. این تو خدا خواهد ان شاء الله عفو کننده مهربان هستی و عفو کردن ان شاء الله دوست می‌داری. حالا ببینین عفو کردن ما شما لک لک گناه میکنیم امروز، یک بار میگم استغفر الله میگیم، یک بار میگیم ان شاء الله توبه میکنیم، رو به زمین میمونیم، الله میبخشد. 92 ساله کافر گناهش خدا بخشید. ولی ما شما چی است؟ 92 ساله حضرت موسی دید که بت پرست علا به خدا دادت، گفت که منو بگفت چند دور مدی؟ 92 ساله هستم. ای گفت ای هیچی فایده نیست، بیا یک بار الله گفت، یک بار لا اله الا الله موسی کلیم الله گفت الله میبخشد گفت میبخشد. بگو گفت کلمه ارزش کرد، لا 92 سال در گناه گفتی دیگه بیا الله بخشید مهربانه. و چون جهتی لا اله محمد موسی کلیم الله گفت عیسی قومش بود ایمان آورد، بعد گفت خداوندا با این نامسلمان چیکار کردی؟ حضرت موسی بعد دستکش یعنی قبر شکافت، در قبر سوای دعا کرد، گفت که من مغفرتش کردم. گفت اگر بنده بسی من بیاید، بنده میگه خداوند در حدیث قدسی اگر قدم زده بیاید من دویده میرم، اگر دویده بیاد من چنان میدوم سنش. از بنده ما توبه ما شما الله خرسنده شده است عزیز من، الله خوشبخت شده است. ببین چنان الله داره که 50-60 سال گناه میکنی، یک بار سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگوی الله میبخشد. برای شما خدا باید دیگه من نمیبخشیم، چون حقیقتا نمیبخشی دادرت نمیبشی. برای چی پدرت که دیگه هم نمیزنی، مادر جان تا دوست نمیداری. وای مادر وای پدر عزیزی من، ولی بعد این مردنش بعد میدانی خدا خواهد کی دوست و کی دشمن، کی حق بود از کی ناحق. مردم ها میگن خاله بچه مادره، نه فندم نکنه جای مادر دیگره. مردم ها میگن عمک بجای پدره، نه فندم نکنه جای پدر دیگره. و جاش هیچ کس نمیگیره. 10 زن اتت گیرد جای مادر تا نمیگیرد. خدا خواهد 50 تا عمک داشتاشیم جای پدر نمیگیرد. نکی شریع راه پدر بازی میکند، برای چی نمیگیرد؟ چون که شما مهر نیست، شما کلون کردگی نیست، پول صرف کردگی نیست، بیچاره شب و روز کار کرده رسیان اومده، شما خاندار کردگی نیست. چون که همه این وظیفه را کی میکند؟ پدری بیچاره میکند، مادری بیچاره میکند. شبکه گواه را کوت جنبود. بنابراین انشاءالله از ظالمان وقتم شده از خدا خواهد انشاءالله از الله ترسیم هممون انشاءالله خدا خواهد. بین رو به طاعت بیاریم، رو به عبادت بیاریم. این شب انشاءالله خدا خواهد دست نتیم. امشب خدا خواهد انشاءالله آخرون در مسجد ما خدا خواهد ختم قرآن می شود انشاءالله خدا خواهد. عزیزانی من همه اشتراک کنید که من 20 اشتراک نکردیم، من میدونم کیا اشتراک کرد. سرشونه یک مجاهد داری هم تلق پلق کرد کوچه و رخینه نمود. 2 روز بعد کید که مجاهده گذاشتید. امشب بیا که مجاهده خدا خواهد انشاءالله مسجد گل کنید که امشب کلاس زاورشین خدا خواهد ختم ده انشاءالله. من خیلی ما مسلمانیم، همین خیلی ایمان به خدا داریم که اندکشید میگریزیم. اندکشید خدا خواهد انشاءالله. در تلویزیون دیدم در شهری روس باور که برف به فقیر ریخته است، جوان دار ایمان دارا استاد است با پا. ما شرایط خوب داریم، شرایط زیباها داریم. استاده 1 ساعت نیم ساعت پیش خدا استادن رو ماسیه میکنیم، با دعوا میکنیم من مسلمانم، من ایمان دارم. کجاست این ایمان داری که 1 ماه دست دادی قیامش سنت بود نزد تراویح خوندنش گرفتی؟ برای این مسلمان قلبکی هستیم، نه مسلمانی کامل نه کافری کامل. زور اومد از دینم میگردیم. این خیلی نشدن در کار. مسلمان باش از تصدیق جانی، نه اقرار از سنوکی زبانی. این بنوکی زبانت 100 مراتب الله گو تا قلبت نور ایمان ندارد و ایمان نیست. مشو بنده ای نوکی زبانی، مبادا که در دوزخ دایم نمانی.
نوکی زبانی نشمه که مبادا در دوزخ دائم نمونی. از دیل شو، حقیقی شو انشاءالله خدا کرد. راه موندی، راه حق مون، امروز مونده سر نگرد. برای همین کافر های امروز ما را میخندن که مسلمان نیرنگ باز است، مسلمان درو است. چون که کره ساده در همجا رفته، هم نماز خونسته هم زنا داری، شهری روس رفته، هم نماز خونسته هم دزدی داری، هم نماز خونسته هم غارت داری. کجایی و ایمان میارد؟ و نفرت از ایمان، نفرت از اسلام میکند، نفرت از قرآن و ایمان میکند. کاش که ایت نفرت کند، کاش که نومی تگیرد. با چی سیاه؟ اسلام سیاه. چی سیاه؟ قرآن سیاه. چی سیاه؟ محمد سیاه. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبه که از در مسلمانی ماست. ما اسلام سیاه داریم، ما اسلام کشته داریم. از خدا بترس، شای حقیقی شو، نشای دف شو. اسلام هم خار نکن، محمد هم ناش بد نکن. نداری میگد از محمد رنگ و بو، منالم به نامی او زبانی خود. ننال میگد رنگ و بو نداری، پشتیبانی محمد نیستی، سنتاشو به جا نمیاری. ننال میگد دروغه.